گرچند بود کلیدی هر کار زبان، مگشای به قول هرزه بسیار زبان. ای خواجه تو تعمیر سخن باد و هواست، خواهی که آبرویت نرود نگهدار زبان. خاموش بودن این ترسیدن نیست. بابای خدا رحمتی هم میگفتن که بعضی سخنت را، بعضی مشتت را و حتی حرفت را و بعضی شخصیت هایی که به قدر سخن و به قدر حرف و به قدر مشت نمیرسند حیف دانید. بسیار برادرها با این تعلق دارد. یک گپ به جل میشوید، یک گپ به غضبی میشید، میخیزید میروید میزنید، یک مشت بدبخت یک مشت نیکبخت میگن، همه مشتتان که میزنید میمورد پشتی وی شما 8-10 سال ترمه میروید. همین شما به دکار است. برای وی با صبر باشید. خاموش بودن باری دیگر به اون شخصیتی که خاموش میستنه و بعضی خود میروند، این خاموش بودن ترسیدن نیست. این خاموش بودن معنای آن را دارد که و سخنش را